دلبر گلووا در گذشته یکی از رقاصه‌های نامدار تاجیک، همسر آوازخوان زنده‌یاد تاج‌الدین محی‌الدین و مادر شبنم تاج‌الدین و قاری شمشاد روز 8 فوریه از عالم چشم پوشید. یوتیوب کانال SM نیوز که اساساً تحولات مربوط به شو بیزنس تاجیک را پیگیری میکند خبر داد که جنازه دلبر گلووا را خود همان روز جمعه 8 فوریه در دهه مرتبه در کنار شهر ایسار به خاک سپردند. تاج‌الدین محی‌الدین زاده دهه مرتبه بود و در همین جا به خاک سپرده شده است. دلبر گلووا که هنوز 40 سال پیش بلافاصله بعد ازدواج با تاج‌الدین محی‌الدین از صحنه کنار رفته بود، چند سال پیش با هدایت پسرش قاری شمشاد سفر حج کرد و او را در ایسار با احترام حاجی بیبی نام می‌بردند. دلبر گلووا آخرین عشق تاج‌الدین محی‌الدین بود که این عشق برایش در ابتدای سالهای 80 مشکلات زیادی آورد، ولی آوازخوان پر استعداد به خاطر آن از همه شهرت و مقام داشته‌اش دست کشید، ولی با دلبر گلووا ماند. دلبر گلووا نیز به خاطر عشق تاج‌الدین محی‌الدین ترک صحنه کرد و به قول معروف زن خانه‌شین شد. قرار معلوم در اول سالهای 80 به ضد تاج‌الدین محی‌الدین که اون وقت بخصوص بعد ترانه عالمگیرش ای صنم در اوج شهرت قرار داشت، نامه به امضا نوشته او را به دوزنگی و پرتافتن کودکان زن اولش عیب دار کردند. با دلبر گلووا که اون وقت از رقاصه‌های نامدار تاجیک بود، ازدواج کردن تاج‌الدین محی‌الدین حقیقت داشت، ولی باقی اون نامه از جمله گویا از بر زن اول و فرزندانش گذشتن آوازخوان تهمت بود. در هر صورت تاج‌الدین محی‌الدین طلب دست کشیدن از آینه دوم را رد کرد و او را از انسامبل رقم 1 آن دوران گلشن راندند و به قصر فرهنگ نویه ایسار بدرقه کردند. همین طور مقامات منبر تلویزیون و رادیو را برای پخش سرود و ترانه‌های نو این هنرمند نادر بستند. تاج‌الدین محی‌الدین در میان سالهای 90 خیلی جوان از بیماری دامنه درگذشت. دلبر گلووا بعد درگذشت تاج‌الدین محی‌الدین فرزندانشان شبنم و شمشاد را به تنهایی به وی رساند. شبنم تاج‌الدین پیشه پدر را انتخاب کرد و چند سال در صحنه هنرنمایی کرد، ولی بعد ازدواجش یک مدت از این پیشه کنار رفت، ولی اخیراً او اظهار داشت که از نو به صحنه برمیگردد. اما پسر آوازخوان روی دینی را پیش گرفت و حالا به نام قاری شمشاد معروف بوده امامتی یکی از مسجدها را در ایسار بر عهده دارد. ولی قاری شمشاد هم یک مرتبه پای برای پدر گذاشته و ترانه مشهور مادر از استاد ظفر ناظم را بازخوانی کرد. دختر دیگر تاج‌الدین محی‌الدین پروانه که چند سال در خارج از کشور زندگی داشت نیز گاه سرود میخواند و کلیپ نشر میکند، ولی نه به صورت کسبی. شبنم تاج‌الدین باشد بیشتر ترانه‌های پدرش را اجرا میکرد و اساساً توسط همین بازخوانی سرودهای پدر مشهور شد. بهترین ترانه‌های ساخته خود او یکی تو مرا میشنوی است که به یاد پدر بزرگش بخشیده است و یکی دیگر آچه من پیر شده است که به مادرش بخشیده است.